سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز و محترم و رفقای گل و دوست داشتنی خودم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها حدوداً 1 سال پیش بود که پروژه معرفی کردم به اسم پروژه اوپن‌اکس که از طریق پلتفرم ساتوشی میتونستیم توکنش رو ماین کنیم و پس از 1 سال این پروژه ماینینگش به اتمام رسید و تقریباً 9 روز پیش بود که نحوه برداشت توکن‌های پروژه اوپن‌اکس رو بهتون آموزش دادم. اما این پروژه یک کیف پولی رو معرفی کرده که مربوط میشه پروژه خودش و یه سری وظایف و تسک داخلش گذاشته که اجباریه و ما باید بریم اون وظایف رو انجام بدیم تا در واقع موقع فروش توکن هامون به مشکل نخوریم. علاوه بر اون شامل توکن تستنتش هم میشیم که داخل همین ویدیو بهتون آموزش میدم چجوری باید از طریق کیف پولش توکن های تستنتش رو دریافت کنید. و همچنین در ادامه ویدیو بهتون میگم که تا چه تاریخی فرصت داریم توکن‌های خودمون رو برداشت بزنیم و بفروشیمش. پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. خب بچه‌ها ابتدا باید از طریق لینکی که داخل نظرات پین کردیم وارد این وبسایت بشیم تا کیف پول OX رو دانلود کنیم. بعد از اینکه وارد این وبسایت شدید از طریق گزینه دوم این کیف پول رو دانلود کنید. بعد از اینکه روی تلفن همراهتون نصب کنید و اجراش کنید وارد یه همچین صفحه میشید. اگه از قبل با ما همراه بوده باشید قطعا یه اکانت داخلش ایجاد کردید، ولی اگه به تازگی دارید این ویدیو رو تماشا میکنید کافیه که روی ساین اپ بزنید و یه اکانت داخلش ایجاد کنید. ما باید بچه‌ها این کیف پول رو متصل کنیم به همون اکانتی که داخل پلتفرم ساتوشی ایجاد کردیم. اما ممکنه یه سریاتونم توکن های OX خودتون رو از طریق کیف پول متاماسک برداشت کرده باشید. برای این کار باز باید کیف پول متاماسکتون رو متصل کنید به این کیف پول OX. برای این کار باید وارد کیف پول متاماسکتون بشید و پرایوت کی کیف پولتون رو دریافت کنید و سپس وارد کیف پول OX بشید، روی ایمپورت بزنید و اون پرایوت کی خودتون رو این قسمت پیست کنید و روی نکست بزنید تا کیف پول متاماسکتون متصل بشه به کیف پول OX. خب من یه اکانت ایجاد کردم و الان وارد قسمت لانگ تستنت شدم که این قسمت بالا مشخصه که داره در واقع توکن OX رو روی شبکه تستنت نشون میده و در حال حاضر قیمت توکن OX روی شبکه تستنت تقریبا $12. بچه‌ها اگه موقع ورود به کیف پول OX با پیغام خطا روبرو شدید، مثلا گفت سرویس در دسترس نیست یا با هر مشکل دیگه‌ای که اجازه نداد شما وارد کیف پولش بشید، 100% مشکل از فیلتر شکن شماست و شما باید از فیلتر شکن‌های استفاده کنید که در واقع با نرم افزار ویتوری هستن. حالا من داخل کانال تلگرام یه فیلتر شکن قرار میدم که به راحتی بتونید هر وقت خواستید واردش بشید. خب حالا باید بریم وارد قسمت میشه یا همون مأموریت‌ها بشیم که به تازگی اضافه شده و ما باید 6 تا مأموریت رو انجام بدیم که از همین قسمت پایین استارتش می‌کنیم. ابتدا میشن زد رو استارت می‌کنیم. گفته که شما باید KYC رو انجام بدید. KYCش خیلی راحته. از شما 5 تا سوال میپرسه، 4 گزینه‌ای هستش و به محض اینکه درست جواب بدید هر 5 تا سوالو به شما 10 تتر روی شبکه تستنت میده که توی مأموریت‌های بعدی به دردمون میخوره. برای این کار کافیه که شما روی استارت بزنید و وارد این صفحه بشه. اگه خواستید بچه‌ها جواب این سوالات رو پیدا کنید میتونید سوال رو به همراه این 4 تا گزینه‌ای که اینجا هستش کپی کنید و به چت جی پی تی بفرستید، جواب درست رو به شما میده و به راحتی این مرحله رو میتونید پشت سر بذارید. توی میشن ال حالا باید به اون 10 تتری که رو شبکه تستنت تو مرحله اول دریافت کردیم بیایم اینجا تراکنش بزنیم. باید به اون 10 تتر یه مقدار OX خریداری کنیم و یه مقدار هم ارز AGI خریداری کنیم و روی سابمیت بزنیم. وقتی که مراحل رو درست انجام داده باشید این قسمت برای شما تیک سبز رنگ میزنه. کافیه که شما به طور مثال USDT رو انتخاب کنید و سپس روی سواب بزنید و این قسمت پایین ابتدا OX رو انتخاب کنید، یه مقدارش رو تبدیل کنید به OX و سپس کافیه که ارز AGI رو انتخاب کنید، یه مقدار هم تبدیل کنید به این و روی سواب بزنید و تمام. سپس وارد میشن تی میشیم که گفته شما باید این ربات تلگرامی رو استارت کنید، این آدرس هم کپی کنید. خب من وارد تلگرام شدم، رباتش رو استارت میکنم. سپس کافیه که این قسمت پایین روی منو بزنید و این اسلش ادرس رو انتخاب کنید تا یه
همچین پیغامی رو به شما نشون بده. حالا باید اون پیامی که داخل کیف پول کپی کرده بودیم که به این صورت بود رو براش بفرستیم. بعدش به شما یه همچین پیغامی رو نشون میده که میگه کیف پول شما متصل شد. حالا اگه برگردید به کیف پول و وارد میشن تی بشید، میبینید که این قسمت تیکش زده شد. مأموریت بعدی فکر میکنم توییتر باشه. باید این قسمت در واقع یوزرنیم توییترمون رو وارد کنیم و سپس روی این قسمت کلیک کنیم. گفته که شما باید این در واقع پیامی که اینجا هستش رو کپی کنید و داخل توییترتون پستش کنید و لینک پست خودتون رو این قسمت پیست کنید تا این مرحله هم انجام بشه. مأموریت بعدی خیلی مهمه و شما باید با همون جیمیلی که داخل ساتوشی ثبت نام کرده بودید این قسمت وارد کنید و اون کشوری هم این قسمت انتخاب کنید که داخل ساتوشی انتخاب کرده بودید و ترجیحاً ایران رو انتخاب نکنید. و در نهایت روی سابمیت کلیک کنید. مرحله آخرم که به تازگی اضافه کرده و خیلی مهمه و باید مقداری ارز کور داخل کیف پولمون داشته باشیم تا بتونیم باهاش مقداری ارز کام هم خریداری کنیم تا تیک این دو قسمت هم زده بشه. برای اینکه بخواید بچه‌ها ارز کور خریداری کنید و بفرستید داخل کیف پولتون، کافیه که اینجا روی کور کلیک کنید و سپس روی رسیو بزنید و آدرسش رو کپی کنید. وارد صرافی سوپر اکس بشید که لینکش رو داخل کامنت ها میذارم. احتیاج به احراز هویت هم نداره، خوشبختانه با ایران مشکلی نداره و میتونید بیایید و ارز کور خریداری کنید و بفرستید داخل کیف پولتون. من خودم تقریبا $10 خریداری کردم و ارسال کردم به کیف پولم که در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. اما بچه‌ها احتیاج به $10 نیستش، یعنی شما $1-2 هم بخرید بفرستید کفایت میکنه و علتش رو بهتون میگم که چرا $10 خرید کردم. بعد از اینکه ارسال کنید به این قسمت، بعد از چند دقیقه اضافه میشه موجودیتون و میتونید با همین ارز کوری که اینجا دارید مقداری ارز کام خریداری کنید. برای خرید ارز کام باید روی کور کلیک کنید و سپس روی سواپ بزنید. این قسمت حتما باید روی کور مین نت باشه و این قسمت پایینم روی ارز کام بذارید. در حد $0.5 سواپ کنید به ارز کام و روی این قسمت کلیک کنید. و در نهایت تیک این دوتا قسمت هم زده میشه. همونطور که میبینید من ارز کور خودم رو واریز کردم و میبینید که این قسمت هم تیکش زده شد. تقریبا 5 تا ارز کور ارسال کردم که یه چیزی هولوش $10-11 شد. حالا چرا این مقدار خریدم؟ چون بچه‌ها ممکنه که در واقع توکن OX روی شبکه کور بخواد در واقع لانچ بشه و به احتمال زیاد اگه روی شبکه کور باشه خب احتیاج به کارمزد کور خواهد داشت برای فروش و برداشت. به خاطر همین من یه مقدار بیشتر ارسال کردم که حالا موقع فروش دیگه به مشکل نخورم. خب ما موفق شدیم که مأموریت‌ها رو با موفقیت انجام بدیم. حالا یه قسمت دیگه‌ای هستش که مربوط میشه به همین تستنتش که روزانه میاد هر 8 ساعت به کاربران یه توکن OX میده. کافیه که از این قسمت پایین وارد قسمت هاب بشیم و روی OX بزنیم. اینجا میتونیم موجودی خودمون رو ببینیم که هر 8 ساعت میتونیم رایگان دریافت کنیم. تیک سبز داره، قسمت بالا داره پوینت‌های ما رو نشون میده که در واقع داره این اطلاعات رو از ساتوشی میگیره. اما یه نکته خیلی مهم، ممکنه خیلیاتون وقتی که وارد این صفحه میشید ببینید موجودی که اینجا داره نشون میده به نسبت اون موجودی که داخل پلتفرم ساتوشی دارید فرق میکنه و کمتره. به خاطر اینه که بچه‌ها این موجودی داره لحظه‌ای نشون داده میشه که شما جیمیلتون رو متصل کردید به این کیف پول و اگه روش کلیک کنید اینجا یه پیغامی نشون میده، میگه 29 آوریل به بعد تاییدیه رو از ساتوشی میگیره و این قسمت بروز رسانی میشه و من احتمال میدم فقط 20% از توکناش رو اجازه بده بفروشیم و الباقی توکنات 1-2 سال آزاد بشه که این برای کنترل قیمتش هستش. حالا اگر روی این قسمت پایین کلیک کنید وارد این صفحه میشه، هر 8 ساعت اینجا کلیک میکنید و پاداش خودتون رو میگیرید. این مقدار توکن حالا به کاربران قراره که فکر میکنم پاداش بده. بچه‌ها زمانی که شبکه اصلیش لانچ بشه این قسمت بالا اگه کلیک کنید میبینید که یه گزینه هست به اسم OX Mainnet که میتونیم بریم واردش بشیم. الان کار نمیکنه و میتونیم از قسمت ترید
توکن های OX خودمون رو بفروشیم. نکته خاصی نداره، من تمامی قسمتاشو توضیح دادم. فعلا منتظریم تا 29 آوریل بشه و بیا توکنامون رو واریز کنه و حتما نحوه فروش و برداشت رو بهتون آموزش میدم. امیدوارم که واقعا بتونه با قیمت بالایی لانچ بشه و سود فوق العاده ای به تک تکمون بده. دوستتون دارم. خدا نگهدار.